برای پیشگیری حادثه‌های ناخوش راه و نقلیات از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان پیوسته رید و عملیات و چاره‌بینی‌های ترغیباتی گذرانیده می‌شود. از جمله در دوام 6 ماه سال روان با تشبث شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر و ناحیه‌های ولایت 1314 واقعه و ملاقات‌های ترغیباتی 10 مراتب عملیات مقصدناک در مؤسسه‌های تعلیمی با مقصد آموزش قاعده‌های حرکت در راه 13 مراتب آزمون تحت عنوان چراغک راهنما گذرانیده شده است. در ادامه از این تدبیر چند روز آخر در حدود شهر باختر رید نوبتی کارمندان ساحه دایر گردید که در جریان آن حالت زیاد قاعده ویرانکنی‌ها از جمله با قید رقم‌های بیگانه، نداشتن حجت رانندگی، به اجازتنامه 36 و نبودن حجت‌های لازمه تکنیکی اداره کردن واسطه نقلیات از جانب اکثر رانندگان آشکار گردید. نوبت از چراهای اندیشیده شده امروز طبق دستور سفارش رهبری وزارت کارهای داخلی و رهبری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در حدود راههای اتومبیلگرد قلمرو ولایت ختلان و شهر باختر چاره‌بینی‌های مقصدناک گذرانده می‌شود. در وقت گذراندن چاره‌بینی مقصدناک از طرف هیئت شخصی راتای خدمات دارابونی و جزء تام‌های شعبه بازرسی دولتی اتومبیل در ولایت ختلان یک چند دلیل قاعده ویرانکنی دقیق قاعده حرکت در راه آشکار گردیده شد. اداره نمودن واسطه نقلیات به حجت رانندگی، اداره نمودن واسطه نقلیات به رقم قید دولتی با رقم‌های بیگانه و قلبکی نیز معین و آشکار گردیده شد. در این سمت در حدود راههای اتومبیلگرد کارها دوام دارند. در رفت عملیات معین کرده شد که راننده واسطه نقلیات اوپل اسرا رقم قید دولتیش 3878 SE03 ساکن ناحیه کشانیان کریم دولتوف به اجازتنامه 36 واسطه نقلیات را اداره میکرد. با وجود خلاف طلبات عمل نمودن شهروند کریم دولتوف برای ترتیب دادن سند حقوق ویرانکنی نسبت به اشتراکچیان عملیات دغلانه رفتار کرده خود را کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی نمود، ولی معلوم گردید که راننده مذکور در یگان مقامات دولتی کار و فعالیت نداشته با چنین عمل و سوء استفاده از نام مقامات قدرتی مدت‌های زیاد است که واسطه نقلیاتش را اداره می‌کند. ضمن چاره‌بینی مذکور آشکار کرده شد که راننده نقلیات تویوتا کامری رقم قید دولتیش 0111 TA01 نقلیاتش را به تالون قید قاعده ویرانکنی اداره می‌کرده است. نسبت این رانندگان واسطه‌های نقلیات و یکچند حالت خلاف طلبات عمل نمودن اشتراکیان حرکت در راه که دوام چند روز عملیات مقصدناک آشکار کرده شد سند حقوق ویرانکنی ترتیب داده جریمه تطبیق گردید. همساله زیاد گردیدن شماره واسطه‌های نقلیات از هر یک راننده و پیاده‌گردان برای پیشگیری از حادثه‌های ناخوش راه و نقلیات احتیاطکاری و رعایت قاعده‌های بی‌خطری را تقاضا می‌کند، زیرا موافق معلومات مسئولین در حدود ولایت ختلان در دوام 6 ماه اول سال روان با وجود تشکیل رید و سنجش‌ها کارهای ترغیباتی و پرزور نمودن نظارت در این سمت حادثه‌های زیاد ناخوش نقلیاتی به قید گرفته شده است که متأسفانه 98 نفر به هلاکت رسیدند. متاسفانه برخی از رانندگان نیز به چشم می‌رسند که در وقت اداره نمودن وسایل نقلیاتشان در راه اتومبیلگرد عادی‌ترین قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نمی‌کنند که عاقبت‌های این برده به صدمه‌های نقشی نقلیاتی وزبین می‌رساند. راننده‌هایی هستند که امروز در راه اتومبیلگرد از معیار مقرر شده سرعت حرکت را بلند می‌کنند، قاعده‌های سبقت را ویران می‌کنند، با مقابل سمت حرکت راه می‌برند که باعث به صدمه‌های نقشی دچار شدنشان ممکن است. در ظرف 6 ماه سال روان از طرف کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان یک حالت از طرف نابالغ هنگام اداره کردن واسطه نقلیات رخ دادن صدمه و از طرف دانشجویان باشد دو حادثه راه نقلیات به قید گرفته شده است که در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر جراحت وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه‌ها بستری گشتند. طبق نقشه چاره‌بینی‌های شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان تا امروز 5 عملیات مقصدناک گذرانده شد که در مدت 6 ماه 26864 قاعده ویرانکنی‌های حرکت در راه معین کرده شد. از همه اشتراکچیان حرکت در راه احترامانه خواهش کرده می شود که قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نموده حیات خود و دیگران را زیر خطر نگذارند. در اساس دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон барои таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ масъулини шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон барои пешгирӣ аз чунин ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиёт ва риояи талаботи кори соҳа тасмим гирифтанд ки тибқи нақша чорабинии таҳризӣ гардида корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва реду санҷишҳоро дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бештар намоянд. Дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ тибқи маълумотҳо аз ҷониби шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти хатлон 155 ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиёт ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷа 98 нафар ба ҳалокат расида 161 нафари дигар дар беморхонаҳо бистарӣ гардидаанд. бар зимни ин қадар корҳои ташвиқотиву тарғиботии ин ниҳод ҳоло ҳам ба мушоҳида мерасад ки аз ҷониби ронандагон оддитарин қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя нагардида ҷони хешро дар хатар мегузоранд. худойдоди раҷаб, далери шариф барои барномаи ахбор.